زنان و کودکان و مردان پشت در یک نانوایی صف بستند. میگویند گدا نیستند ولی دیگر به نان هم محتاج شدند. تعدادی از این زنان بعدی بازگشت طالبان کارشان را از دست دادند و حال و روزشان چنین شده است. در واکسن پولیو بودیم 2005 میداد خوب بود. صدف میگوید کارمندی بخش واکسن زنی در کابل بود ولی طالبان از کار محرومش کردند. اقتصاد ضعیف است، کاروبار هم نیست. اینجا که میایم امارات اسلامی بعضی وقت فرار نمیتونیم واقعا دلیل شیشته نمیتونیم اینجا. مشکلات خیلی زیاد است، قدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه. اکثر این زنان مانند صدف نانآورهای خانه خود را در جنگ ها یا حمله های مرگ طلبان در سالهای گذشته از دست دادند. در جاروکشی ها ما کار کردیم. حفیظه میگوید در گذشته در شهرداری کابل کار میکرد ولی با بازگشت طالبان او هم بیکار ماند. از بار اولادم از بار که میگم متیم ماست به سرخان ما خالیز دیگه مجبور هستم که می کار کنم دیگه. گروه طالبان بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان تمام زنان افغان را از حق تحصیل و کار محروم کردند. کاری که احوال اقتصادی نه تنها زنان بلکه کودکان و مردان را روز به روز بدتر می سازد.